سلام مجدد دوستان. برای پر کردن استپ سوم وبسایت در واقع شما توی سکشن اول یا سکشن یک در واقع مشخصات فردیتون رو باید وارد کنید. لطفا دوستان دقت کنن که زمانی که این قسمت رو شما پر میکنین، این فایل رو پر میکنید و برای ما سابمیت میکنید، یک ایمیل کانفirmation هم به ایمیل شما ارسال میشه. بنابراین قبل از اینکه شک کنین که این در واقع داکیومنتاتون به دست ما رسیده، یه نیم ساعتی فرصت بدین، ایمیلتون رو چک کنین، ببینین که ایمیل کانفirmation برای شما اومده یا خیر. ایمیلی که برای شما میاد دقیقاً به همون شکلی است که شما داکیومنت ها رو برای ما میفرستین. یعنی اینکه دقیقاً به همین شکلی که شما فرم پر میکنید برای شما هم ایمیل میشه یا نسخش، و به علاوه داکیومنت هایی که اینجا برای ما میذارین یه نسخه برای شما خودتون هم ارسال میشه. برای سکشن اول که اطلاعات شخصیتون هست، ایمیلتون رو لطفاً دقیق پر کنین. کلا این اطلاعات یعنی اسم و مشخصات فردیتون دقیقاً مطابق با شناسنامه‌تون باشه. ایمیلتون رو دقت کنین، آدرستون رو دقت کنین، چون که نوتیس آف اسسمنت هاتون به آدرستون ارسال میشه. بنابراین اگر شما آپارتمان نامبرتون یا هر چیزی رو فراموش کنین بنویسین، مسلما نوتیس آف اسسمنت هاتون رو دریافت نخواهید کرد.